آره این قسمتش که نگیمه گفت کلا اشتباه. ببین تو اینجا اومدی عنوان پروژه چیه؟ اسم پروژه حل پارسا باشه پارسا 1. خوبه. عنوان نقشه چیه؟ پلان طبقه همکف. نه اصلا این طبقه مسکونیه. همکف ما میخوام الان. همکفت کو؟ طبقه همکفمو گفتم بهتون با طبقه یکم کلا 3 تا پله میخوره میاد. اینو من اصلا متوجه نمیشم. اصلا اینجا الان اداریه کد ارتفاعی و چیزاتو مشخص میکنی میاری پیشم. اوکی. دستگاه پله آسانسورت هم بیاری میشه. اینجوری فایده اینه. این پلان خودت هم میدونستی که نیبوده. نه اینا واقعا کارش نداره دیگه توجیه نمیکنی. خب این میشه پلان طبقه هم. خب ما این آسانسور رو تو این طبقه هم که بیاد جلو اتفاقا خیلی برامون بهتر میشه. 1.40 رعایت بشه. پشت اینجا یه فضا دوباره بمونه. از اینجا میایم وارد میشیم. سرویس بهداشتی داریم دست راستمون. اولین چیز ترکیبش اینجا با آشپزخونه خوب شده. فضاهای تأسیساتش خیلی بهتر در میاد اینجوری که بشه. خود چیز توالت من فکر نمی کنم اینقدر کوچولو باشه. خب از آبجکتی که برداشتم همین آبجکت رو مکارن آبجکت رو اندازه هاشو باید چک کن. چک کردم. مبلمان کردنت خیلی بده. نه مبلمانو فقط خواستم بگم که بله. خب دوباره اومدیم یه فضای اینجا خالی داریم. پرته برای چیه؟ همون اصلا من با ورودیت مشکل دارم. ورودی اومدی انداختی انتهای کار. وقتی میفته انتهای کار چه اتفاقی میفته؟ مهمون تو خونه است. تو میخوای بری اتاقت لباست عوض کنی. نه در رو اصلا اشتباه گفتم. تو قسمت اینجا میای از جلو مهمون ها رد میشی میری تو اتاق خواب. پس این الان عملا اوکی گفتیم. ببین بهترین حالت برای حل کردن یک پلان مستطیل شکلی که ورودی از وسط باشه. 2 تا زوم بهت بده. زون خصوصی نیمه خصوصی چیه؟ اتاق خواب و حمام و سرویسه. ولی اگه اومد از اینجا باز شد خب الان من اگه بخوام این کارو بکنم کلا ماکتم به هم میزه. اشکال ماکتت کاری نداریم. کاملا با ماکتت هیچ کاری نداریم. کل دستگاه پله و همه چیز رو باید عوض بشه جاش. یعنی همه این پلانایی که کشیدی هیچ دوباره از اول. اوکی